بسیار باهوش بودن اغلب مثل یک موهبت بزرگ به نظر می رسد. مردم تصور می کنند زندگی شما آسانتر است، مشکلات را سریعتر حل می کنید و بدون تلاش به موفقیت می رسید. اما حقیقت این است که هوش بالا با چالش‌های خاموش و پنهانی همراه است. روانشناسی نشان می‌دهد که بسیاری از افراد باهوش با چالش‌های عاطفی، اجتماعی و حتی وجودی روبرو هستند که دیگران به ندرت آنها را درک می‌کنند. در اینجا 8 کشمکش واقعی که افراد بسیار باهوش با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند آورده شده است. 1. همه چیز را بیش از حد تحلیل می کنید. ذهن شما هرگز خاموش نمی شود. شما کلمات، موقعیت‌ها و حتی احساسات خودتان را بیش از اندازه عمیق بررسی می کنید. در حالی که دیگران به راحتی از مسائل عبور می کنند، شما هر احتمال ممکنی را در ذهن خود بازپخش می کنید. روانشناسان به این حالت فلج تحلیلی می گویند. زمانی که فکر کردن زیاد به جای آسان کردن تصمیم گیری آن را دشوارتر می کند. 2. در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می شوید. شما تشنه گفتگوهای عمیق و معنادار هستید، نه صحبتهای روزمره و سطحی. اما بیشتر مردم دوست ندارند هنگام نهار وارد بحث‌های فلسفی، روانشناسی یا ایده‌های انتزاعی شوند. این موضوع می‌تواند باعث شود حتی در میان جمع احساس انزوا کنید یا حس کنید کسی شما را نمی‌فهمد. 3. بیش از حد نسبت به همه چیز آگاهید. افراد باهوش اغلب متوجه الگوها، رفتارها و احساساتی میشوند که از دید دیگران پنهان میماند. اگرچه این آگاهی مفید است، اما شما را نسبت به منفی بافی، عدم صداقت و دستکاری‌های روانی حساستر میکند. انگار مغز شما هر انگیزه پنهانی را میبیند و این میتواند بسیار خسته کننده باشد. 4. فشار دائمی برای موفقیت را حس می کنید. مردم انتظار دارند که شما همیشه عملکردی بی‌نقص داشته باشید. تنها با یک اشتباه ناگهان می شنوید فکر می کردم تو باهوشی. این فشار باعث ایجاد اضطراب و ترس از شکست می شود، چیزی که روانشناسان آن را سندروم ایمپاستر یا سندروم متغلب می نامند. 5. زود حوصله‌تان سر می رود. مغز شما تشنه چالش است. کارهای روتین یا مکالمات تکراری می توانند به طرز دردناکی کسل کننده باشند. بدون تحریک ذهنی ممکن است تمرکزتان را از دست بدهید، کارها را به تعویق بیاندازید یا بی انگیزه شوید. این به خاطر تنبلی نیست، بلکه به دلیل این است که برای درگیر ماندن به پیچیدگی بیشتری نیاز دارید. 6. با کمالگرایی دست و پنجه نرم می کنید. شما استانداردهای غیر ممکنی برای خود تعیین می کنید. روانشناسی به این حالت کمالگرایی ناهسلم می گوید. باوری که طبق آن هر چیزی کمتر از کامل به معنای شکست است. این موضوع اغلب منجر به فرسودگی، ناامیدی و این احساس می شود که هرگز به اندازه کافی گوب نیستید. 7. همه چیز را، حتی خودتان را زیر سوال میبرید. شما هیچ چیز را بر اساس ظاهرش نمیپذیرید. شما قدرت، سنت و حتی افکار خودتان را زیر سوال میبرید. این کنجکاوی عمیق محرک نوآوری است، اما میتواند باعث شود احساس کنید از کسانی که پاسخهای ساده را پسندید میکنند جدا افتاده اید. 8. بار عاطفی سنگینی را حس می کنید. افراد بسیار باهوش اغلب بسیار همدل هستند. شما درد دیگران را جذب می کنید، کشمکش‌های آنها را بیش از خوب درک می کنید و بار عاطفی را حمل می کنید که حتی مال شما نیست. روانشناسان به این پدیده سرایت عاطفی می گویند، زمانی که ناخودآگاه احساسات دیگران را به خود می گیرید. بسیار باهوش بودن به معنای داشتن همه جوابها نیست، بلکه به معنای دیدن لایه‌هایی از جهان است که دیگران قادر به دیدن آن نیستند. اما این آگاهی می تواند تنها، گیج کننده و حتی دردناک باشد. اگر با این متن احساس نزدیکی کردید، به یاد داشته باشید که ذهن شما یک نفرت نیست. این یک موهبت نایاب است که فقط به تعادل، مرزبندی و حضور آدم‌های درست در اطرافتان نیاز دارد. شما زیادی نیستید، فقط عمیق‌تر از محتمل مردم فکر می‌کنید.